سلام و هفته نوتان بخیر باشد بیننده عزیزی آزادی. خوشحالم که با خبرهای تازه باز هم در خدمت شما هستیم. من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر شما را در برنامه نوید بامدادی همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه 11 سرخط خبرهای امروز 17 می. صدها مسافر در فرودگاه دوشنبه و خوجند در ماندند. نوار جنجال ملا با نمازگزاران در رودکی تحقیق می شود و ادامه حمله های اسرائیل به فلسطین. تل اویو دعوت سازمان ملل را رد کرد. صدها مسافر در فرودگاه دوشنبه و خوجند در ماندند و یک هفته باز امکان پرواز به روسیه را ندارند. آنها برای پرواز به شهرهای گوناگون روسیه از شرکت هواپیمایی سیورنی ویتر چپته خریدند. میراج عزیزوف رهبر نمایندگی شرکت در تاجیکستان روز 16 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که سبب بند ماندن مسافران در آن است که آژانس اویاسیون نزد حکومت تاجیکستان به شرکت آنها اجازه پرواز نداده است. مسئولان این آژانس با تماس‌های تلفنی رادیو آزادی تا این دم پاسخ ندادند. یک همصحبت رادیو آزادی در فرودگاه دوشنبه با شرط ذکر نشدن نامش گفت که آژانس اویاسیون گرجدانی به این شرکت اجازه نداد که با هواپیمای بزرگ مسافر برند. این آژانس گفته است که هواپیماهای شرکت با طلبات بخطری فرودگاه‌های تاجیکستان موافق نیستند. رهبر نمایندگی شرکت سیورنی ویتر گفت دوام یک ماه اخیر به بیش از 2000 نفر چپته پرواز به شهرهای گوناگون روسیه را فروختند. در اول آنها خودشان گفتند که هواپیمای بزرگتر بیارید که مسافر زیاد است. وقتی اجازه دادند و ما چپته ها را فروختیم اجازت نامه ما را بیکار کردند. اگر برای فرودگاه موافق نمی بود دوباره ما را به چنین هواپیما قبول نمی کردند. چون مسافر زیاد بود به خاطر سردرگم نشدن ما هواپیمای آوردیم که گنجایش 440 مسافر را دارد، گفت او. مسئول شرکت میگوید یک طلب دیگری آژانس اویاسیون گرجدانی نزد حکومت ارزان کردن نرخ چپته بود که آنها آن را اجرا کردند. این شرکت از شهر خوجند به شهرهای قزان، ایرکوتسک، پرم و از دوشنبه به سنت پترزبورگ، قزان، مسکو باید پرواز انجام دهد. مسافران میگویند از انتظار در فرودگاه خسته شدند. ساکنان دهه دریاآبادی ناحیه رودکی میگویند سرخط ملا جمال الدین نعمتزاده پسر مفتی سابق امان الله نعمتزاده در صحن مسجد آنها را دشنام داده است. تلاش‌ها برای تماس با جمال الدین نعمتزاده تا زمانی نشر مطلب نتیجه نداد. نزدیکانش گفتند که او را نمازگزاران عصبی کردند. به گفته شاهدان ملا جمال الدین از آنکه که ساکنان به امامتی پسری او در این مسجد در نماز روز جمعه ناراضگی بیان کردند خشمگین بود. در یک نواری که کاربران به رادیو آزادی ارسال کردند و گفته می شود شب 7 می ثبت شده است دیده می شود که یک از نمازگزاران از دشنام شدن همگان به خشم آمده اعتراض می کند. نفری که از ملا جمال الدین نام میبرند با او در افتاده از گریبانش می دارد و به تندی می پرسد که تو کی هستی که اعتراض میکنی؟ این شخص میگوید یک آدمی عادی از شهر کولوب است و اینجا مهمانی آمده است ولی از آن که همگان دشنام شنیدن نگران است. در همین لحظه ملا جمال الدین از گریبان او داشته کوشش میکند که او را به خانه دیگری مسجد درآورد. نمازگزاران مانع میشوند و میگویند حضرت این کارا نکنید، شما خطیب هستید. این زمان ملا جمال الدین یک دشنام آبدار به زبان میآورد و با بلندگوی خطاب به مردم میگوید که همین مسجد را محکم نکنم اگر من زنی شما شده باشم. نظر پدر و پسر به این ماجرا معلوم نیست و در صورت دسترس شدن نظری آنها نیز نشر خواهد شد. همصحبت رادیو آزادی در کمیته دین با شرط ذکر نشدن نامش گفت که این نوار به دست مسئولان ناحیه رودکی نیز رسیده است. او گفت حالا مقامات رفتار روحانی را بررسی دارند و احتمال او از وظیفه‌اش برکنار شود. در نوار غزه با ضربه‌های هوایی اسرائیل روز 16 می 26 فلسطینی کشته شده، خانه رهبری حماس تخریب گشته است. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل ضمن افزایش اضطراب در سراسر جهان انتظار می‌رود شدت یافتن نزاع را در خاورمیانه بررسی کند. با آنکه فلسطینیان میگویند در غزه با کمی 674 نفر از جمله 47 کودک آنها و اسرائیلی‌ها برینند که 10 اسرائیلی کشته شدند. رویدادهای اخیر خونین‌ترین مرحله نزاع از سال 2014 به این سو شمرده می شود. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل با وجود دعوت‌ها به صلح از جانب سازمان ملل و واشنگتن گفت که
مقابلت با گروه اسلامگرای حماس تا دمی که لازم است دوام خواهد کرد. نتانیاهو این هشدار را پس از حمله های روز 15 می به قرارگاه فرماندهان گروه حماس داد. اسرائیل روز 15 می در یک حمله به بنای بلند آشانه در غزه قرارگاه رسانه‌های بین المللی را هم تخریب کرد. در نتیجه جنگ در غزه تا روز گذشته 145 نفر فوتیده است که 41 نفر آنها کودکانند. بیش از 1000 نفر در غزه مجروح شدند. اسرائیل از کشته شدن 10 نفر از جمله 2 کودک خبر داده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از تلفات غیر نظامیان اظهار نگرانی کرد و از حمله اسرائیل به دفتر رسانه‌ها شدیداً ناراحت شد. جو بایدن پرزیدنت آمریکا با نتانیاهو و محمود عباس پرزیدنت فلسطین صحبت نمود و به ختم مناقشه ها دعوت کرد. اخیراً وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی هم در پایان نشست فوق‌العاده خود در بیانیه خواستار توقف کامل و فوری حمله های اسرائیل به غزه شدند. این بیانیه با شدیدترین لحن تجاوز وحشیانه اسرائیل را محکوم و آن را نقض قانون‌های بین المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل دانست. ضمناً جمعیت یهودی‌های بخارا در آمریکا و اسرائیل با نگرانی به حرف‌های آوازخوان ازبکستانی یلدز عثمانووا درباره نزاع اخیر با فلسطین واکنش نشان دادند. نمایندگان جمعیت‌های مذکور از عثمانووا طلب دارند که از مردم اسرائیل برای حرف‌های یهودی ستیزانه‌اش عذرخواهی کند. عثمانووا روز 13 می در صفحه اینستاگرام اسرائیل را غاصب نامید و علاوه کرد که اسرائیل را دولت نمی‌حسابد. این آوازخوان به مردم فلسطین اظهار همدردی کرد. عثمانووا گفت در صورت ضرورت آماده است برای فلسطین بجنگد. ما مردم اسرائیل میگوییم من آن را دولت نمی‌حسابم، زیرا خودشان خوب میدانند که غاصب هستند. انسان در زندگی تنها یک مرتبه میمیرد. اگر ضرور شود، اگر دعوت کنند، پس ما به جنگ میرویم. بگذار این فکر را نداشته باشند که ما تنها مشغول کاری خود هستیم. اگر ضرور شود ما متحد میشویم. فلسطینی ها قهرمانان ما هستند. آنها آن زمین را حفظ و برای آن میجنگند، نوشت عثمانووا. در پاسخ به این حرف‌ها صاحبکار الکس برایف که در اسرائیل زندگی دارد در صفحه فیسبوک نوشت عثمانووا را بارها کمک کرده است و با یادآوری از کمک‌هایش از عثمانووا خواست که از مردم اسرائیل عذرخواهی کند. نماینده دیگری یهودی‌های بخارای مقیم اسرائیل یفیم میراتوف نوشت که پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیوف باید یلدز عثمانووا را از عنوان‌های آوازخوان مردمی برای این حرف‌هایش محروم سازد. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 17 می را فرا میگیرد. 17 می سال 2017 بر اساس تغییرات به قانون درباره حکومت جمهوری تاجیکستان، وزیران و رئیسان کمیته دولتی تاجیکستان برای شکستن سوگندشان در نزد رئیس جمهور و پارلمان به جوابگری انتظامی کشیده می شوند. همچنین طبق تغییرات به قانون اعضای حکومت موظف شدند که در اعلامیه اموال و دارایی‌های خانواده‌های خود را ذکر کنند. این اقدام را مقامات چون تلاشی بالا بردن مسئولیت خدمتچیانی دولتی و جلوگیری از کروپسیا در ساختارهای دولتی عنوان کردند، ولی منقدان میگویند این تغییرات ظاهراً بالا بودن قانون را در برابر صداقت شخصی با پرزیدنت و حکومت زیر سوال میبرد. 17 می سال 2017 پرونده حقوقشناس نامی بزرگمهر یاروف بر اساس ماده تحقیر پرزیدنت به دادگاه رفت. یاروف که در ماه سال 2016 بعد آمادگیش به حمایت حقوق اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی بازداشت شده بود، تا آن زمان با اتهام دعوت عمومی به تغییر حکومت، ساختکاری سند و قلابی محاکمه میشد. خودی او همه این اتهامات را همچون دارای انگیزه‌های سیاسی رد کرده است. سال 2019 او را در مجموع به 28 سال زندان محکوم کرده، بر اساس قانون عفو از حکمش 6 سال را کم کردند. 17 می سال 1953 پرزیدنت قزاقستان قاسم جومرت توقیف تولد شده است. سیاستمدار قزاق سال 2019 بعد از مقام کنار رفتن پرزیدنت دراز عمر نورسلطان نظربایف به این مقام انتخاب شد. منقدان توقیف را در کار و فعالیت سیاسیش مستقل نمی‌شمارند، چون شخصی مورد نظر نظربایف باقی میماند. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 17 می چنین اعلان کرده است.
بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی بود با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان www.azadi.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. خدا نگهدار.